متاسفانه پیکر مرحوم را آوردن، تشریف بیارید. اسم من رحیمه، رحیم تیمسار. حدوداً حوالی ظهر دیروز بود که موفق شدم ببینم. راستش من تو بوکس زیرزمینی با رحیم عاشق شدم. بچه بود و جرأتی بود. جرأت میخواد بوکس رواشی بیای تو بوکس زیرزمینی. عبود هنوز بازه، بیا بخیه کنم. خیلی خوشگوشم. این پوست کلفت بودن بیرا نمیگه ها. اینجا زیاد میاد. من عجیب‌تر از اینم ازش دیدم. ایرج، اوه اینو نگاه. چه؟ زدن رفتن 50 میلیون پولشه اون. ای وای، آینه ماشینم. زدین ماشینمو داغون کردین، الان طلبکارین از من؟ یا پول هست، ولی زمانی خسارتتو میدم که اول از آقا رنده خسارت بگیری. آدرست هم بلدم. چی بود پاساژ؟ بنسا مغازه پاساندان. آقایی که گفتم من تصادف کردم ایشونه. بله من میگم زن تو برای شام تعارف کن بمونه. زنم؟ من که زن نبودم. باقلوای مامان، منظورم زن سابقته. من به خاطر مامان آپارتمانمو ویل کردم، اومدم تو این یه دونه اتاق با این بچه دارم زندگی میکنم که اون زن بیچاره یه وقت از تنها نشه، که نوش بدون بابا بزرگ نشه. با این معرفی نامه‌ای که از شما میگیریم دیگه شهرداری و شورای شهر و خانه ملت و دیگه پاسدار بنده هیچ نفوذی توی سیستم ندارم. خیلی ممنون حاج آقا، ولی به این خاطر نیومدم، به خاطر دلسوزی مامان اومدم. چی شده دوباره؟ دل با پس رحیم دیگه. یعنی دوباره داره فایت میکنه؟ بله حاج آقا. برگ برنده من همینه که هیچ وقت عاشق نمیشم. باید مش بخوری رحیم. خون که جاری بشه عشق عاشقی یادت میشه. چقدر من بهت گفتم این کارها آخر عاقبت نداره. چقدر بهت گفتم دست از این بچه بازی ها بردار رحیم. آخه مگه میشه یک انسانی اینقدر با خودش دشمن باشه؟ اون آدمی که من اونجا دیدم با اون مشتها دور از جون به خر هم ضربه میزد، خر نفله میشد، چه برسه به تو؟ تو که آدمی زادی، عقل داری، نباید این کارو میکردی. وقتی یک انسانی خودش به خودش رحم نمیکنه دیگه چه توقعی داری از بقیه؟ معلومه که میزنن لط و پارت میکنن، نفلت میکنن. بابا ایها الناس، این اعضا و جوارح دست ما امانته. فردای قیامت همینها بر علیه ما شهادت میدن. معصوم میفرماید العافیت لا یعرف قدرها الا اهل البلا. دیگه بالاتر از این؟ فقط خوش به حال اون داریوش بدبخت که مرد و این روزها رو ندید. و بدبخت من که الان نمیدونم چه جوابی به داریوش بدم، چون داریوش این بچه رو سپرده بود دست من و الان من زبونم بس. از اگه فردای قیامت چش تو چش بشه من هیچ حرفی ندارم که با داریوش بزنم. فقط خدا کنه که از من یا الله یا الله یا الله. چی کار کنم؟ یا الله یا الله یا سلام علیکم. سلام. بفهم. همتا مووی تقدیم می‌کند. سلام علیکم. علیکم السلام. حال شما چطور؟ آجان شما این؟ بله بله. شرمنده ببخشید، نور افتاده تو شیشه، بچه‌ها ندیدن تو. شرمنده. خواهش میکنم، خسته نباشیم، خدا قوت. اوضاع چطوره؟ امشب شما کاسب بودین؟ نه آجان، زیاد چیز خاصی نبوده. 2-3 تا بطری بوده، یه مقدار گیاه بوده، 1-2 مورد هم منکراتی بوده. خب پس بد نبوده، تازه سر شبه. نه آجان زیادم خوب نبوده. ناشکری نکنید، نه خوب بوده. سلامت باشید. در حال که شرمنده. شما بفرمایید. سلامت باشید. آجام چی التماس دعا؟ چی رو تشریف ببرید؟ مگه قانون برای همه یکسان نیست؟ آجا ایشون مثل این که حالش خرابه. بله حال ایشون تعریفی نداره، دارم برای مداوا میبرم. دروغ میگه. 100 میلیون از بابام طلب داره، منو گروگان گرفته، با چاقو چونمو پاره کرده، کلی بلا سلام. چیه داری میگی؟ منو صندوق عقب گذاشته. چیه داری میگی؟ آقا داره ساکت. الان تشریف داشته باشید، بله من میگردم. ببین من خودم آدم بسیار شوخی هستم، ولی این شوخی جناب عالی بسیار لوس و بیمزه بود. به جان خودم فکر نمی‌کردم جدی بگیره. الان خودم درستش می‌کنم. صبر کن. سلام علیکم. فرما. چاقو گذاشته چونمو پاره کرده. آقا کم سر تو پلا بگو. اینجامو سوزونده باز چه بابا سیگار. دروغ میگه، سوء تفاهم شده. سوء تفاهم چیه؟ آقا داره مزخرف
باشه خودتو بزن به خواب. ببین تو نمونه بارز و شاخص یک انسان مردم آزاد. معصوم میفرماید المسلمون من سلم المسلمون من یده و لسانه. یعنی چی؟ یعنی مسلمان واقعی کسیه که مسلمانان دیگر از دست و زبان اون در امان باشن. یک مسلمان پیدا میشه از دست و زبان شما در امان باشه؟ باشه خودتو بزن به موش مردگی. الان میبرم یک جایی که درست حسابی زبون باز کنی. یکم تحمل کن. حرکت. لن ینجو عن الموت غنی به ماله ولا فقیر به اقلاله. دقت کنید معصوم میفرماید که هیچ ثروتمندی به واسطه مال و منالش و هیچ تنگدستی به واسطه بینواییش از مرگ راه نجاتی نداره. فلذا در این حال میخوام خدمت شما عرض کنم که مرگ جوان همیشه برای اطرافیان سوزناک بود. شما فکر کنید اگر رحیم جان مثلا 90 سالش بود، ما میومدیم اینجا نهایت 2 قطره اشکی میریختیم، یک فاتحه میخوندیم و یک پرس جوجه کباب بدون استخوان میزدیم و تمام. ولی مرگ جوان واقعا متفاوته، حتی اگر اون جوان رحیم باشه، چون رحیم آدم بخصوص و عجیب غریبی بود. من خواست شما برم پیش. خداحافظ. التماس دعا. خداحافظ. رحیم جان آدم به خصوصی بود. خیلی ها شکایتش رو پیش من می آوردن، می گفتن این بشر اذیت میکنه، به راه نیست، شیشه میشکنه، ویشکون میگیره، جفا میندازه و خیلی کارها. ولی با تمام این اوصاف این بشر مورد عنایت ویژه خداوند. 3 قسم انسان هستن که مورد عنایت خداوندن. قسم اول و بالوالدین احسانا، کسانی که به پدر مادر خود نیکی میکنن. ولی رحیم جان چون خیلی درگیر بود و مشغلش زیاد بود و درگیر مردم آزاری و این حرفها بود، فرصت نمیکرد که به پدر مادر خودش نیکی بود. دسته دوم کسانی که مورد عنایت خداوندن کسانی هستن که مردم دارن که این رحیم جان اصلا این خاصیت رو نداشت. دسته سوم انسان هایی که مورد عنایت پروردگار هستن کسایی هستن که اثر نیکی از خودشون در زندگی به جای میذارن، که تا این لحظه که من در خدمت شما هستم متاسفانه هیچ اثر نیکی از رحیم جان پیدا نشده. ولی ما داریم پرسجو میکنیم، اطلاعات جمع میکنیم از در همسایه، ببینیم اگر کار خیری کرده می مثلا به شما هم اطلاع میدیم، شاید به درد برنامه‌تون خود. شما اگه شماره تلفنتون رو به من بدید من حتما بعد کار شما. خب دوباره میخواد که من درباره رحیم صحبت کنم؟ آخه دست شما در نکنه. خیلی ممنون. دانت گماجی فکر نمی‌کنم اینجور رفتار کنی. بعدیو با خوبی جواب بده. خواهش میکنم. بذارم من میبری یه جور چوب تو حالا هرچی، ولی آوردیم اینجا به هم غذا رو دادی، دست در نکنه. خواهش میکنم. به هم درس مردونگی یاد دادی. من مطمئنم بعد از این اتفاق متحول میشم. حالا
شما لازم نیست که متحول بشین، یکم هم تغییر بکنید کافیه. لطفاً نسبت به اطرافیان ذره با ملاحظه برخورد کرد، حق و حقوقشون رو بیشتر رعایت کرد، در مراقبشون باید. چشم رعایت هم میکنم، نوکرت هم هستم. نه دیگه الان نشد. چرا؟ اون مغزی که الان شما درسته انداختی تو کاسه خودت نصفش مال منه. بله ببخش تو انقدر حواسم میره، بیا عزیزم بذار آقا ننداز عزیزم. نه این بهداشتی نیست، با دست ننداز. ورش داره من بابا. کارات دقیقاً این داریوش پدرته، خدا بیاموز اونم همینجوری بود، یه چیزی تو وجودش بود، یه چیزی مثل کرم. آری کلن. یعنی نه ها، من نمیخواستم این ادبیات رو به کار ببرم، ولی خب شما لطف کردی و گفتی. اوکی کرم دیگه، چیز بینش تازه باعث حاصلخیزی زمین و خاک هم میشه. مگه نمیگن انسان از خاک برآید و بر خاک نشیند؟ خب انسان میره تو خاک، خاک تو خاک، کرم تو کرم، اینا باعث حاصلخیزی زمین میشه. آقای حاصلخیز چرا؟ این مادر بند خدای شما خیلی نگران شماست، یعنی از سر ناچاری الان شما رو سپرده به من. ببین در صراط المستقیم ای دل کسی گمراه نیست، یعنی شما اگر وقتی توی صراط مستقیم باشی هیچ خطری شما رو تهدید نمی‌کنه. چرا؟ چون تو صراط مستقیم. بله. یه نوشابه من میگه. یه نوشابه بیاد دست شما درد نکنه. حواست باید جمع باشه، ماشاءالله یه سنی داره ازت میگذره، یه ذره باید به زندگی سرسامون بدی یواش یواش. اتفاقا تو فکرشم هستم. اگه نهایی بشه ایشالا رسمی اعلام میکنم. به باریکلا. حالا اون خانم خوشبخت، اون دختر خانم خوشبخت کی هست؟ دختر نیست. پس کیه؟ پسره. پسره؟ آره. مگه من گفتم دختره؟ چجوری میشه؟ هیچی دیگه، رفیقم یه سرمایه میاره، یه کار و کاسبی راه میندازیم، سر و سامون میگیریم دیگه. دوباره یک شوخی بی‌مزه. اصلا با شما نمیشه صحبت کرد. این آب در هاون کوبیدن، مشت بر سندان کوبیدن. کن اینو رو بابا، کله پاچه رو بخور. آجی از نظر من کله پاچه مقوی ترین غذای جهانه. بله. تمام این مریضای بیمارستان باید بیارن صبح کله پاچه بدم مقوی تن برن. فقط کیا نباید بخورن؟ اونایی که چربی خون دارن. چون 80% اونایی که چربی خون دارن کله پاچه بخورن میمیرن. اصلا میشه قاتل خاموش. بابا با بزرگ جاسم مگه یاد نبود؟ خب چربی خون داشت، رفت دکتر نباید بخوری. گفت میخورم، رفت خورد. خب مرد. تو که چربی خون نداری؟ نه. داری؟ خب برش اینا تئوریه. از من بپرس تجربیام. بزن با من نوش جونه. بزن. حالا شما فردا بعد از اذان ظهر حتما منزل باشید. یک مورد بسیار مهمی که حتما باید در حضور بقیه اعضا عنوان بشه. چشم. منم دیگه غذا نمیخورم. چی شد؟ ترسیدی گفتم مرگ و چربی نه خونم؟ بابا جان من از مرگ نمیترسم. من در روز برای هزاران نفر از مرگ صحبت میکنم. سهم ما از خاک وقتی مستطیلی بیش نیست، جای ما اینجا یا آنجا چه فرقی میکنه؟ دال میکند دال. دم دیر اومدی خیلی دیره جای دیگه. من دارم از مرگ صحبت میکنم، شما شعر میخونی. من میخوام بگم که مرگ حقه. آره حق و جزا. حاجی فکر کن تو قبری، بوتون اینجاست، فشار قبر که هیچ، 48 ساعت بعد بدنت شروع میکنه تجزیه کردن، تجزیه شدن، کرم تو کرم، همینجور کرم میزنه بعد ورم میکنه، انقدر ورم میکنه یهو میپاشه میزنه. لا اله الا الله. حاجی راست میگم آخرین عضوی از بدن که تجزیه میشه موه؟ بله موه. موسا؟ موی همه جا فرقی نمیکنه. خیلی جذابه. تو فکر کن مثلا نبش قبل میکنن همینجوری که مثلا این جمجمه رو در میارن، انقدر مثلا لاش مغز مونده چک و انقدر مو. شما تصمیم داری تا حال تهوع و شکوفه زدن ما رو به عینه نبینی ول نکنی نه؟ آقا من غذا نمیخورم، فردا بعد از اذان ظهر یادتون نره منزل باشه. خدا نگهدار. حاجی بدون تو صفا نداره الان. خدا. حاجی جون چند تا؟ میخوام من حساب کنم. من حساب میکنم. 250. خدمت شما. خدا حافظ. خدا به حاجی جون.
آقا خاندانی سوپتون آماده است. یه کاسه براتون بیارم؟ ببینم اگه بذارم رو گاز خودتون میکشید؟ من رو کار دارم بعد کمی زودتر برم. خاندانی مساوی قبوله. مساوی؟ مردم امنت دار دنیای دونه فیل واسد مونده. فکر بچه چیکار داری میکنی؟ بابا اذیت نکن تو رو خدا دیگه. بکش دستت. ببین اصلا من خورد نکن. مش میام تو صورتت پنج زمین میشم. تو منو میزنی؟ بالا که میزنم. بابا اندازه کپونت صحبت کن. من کاره یعنی چی؟ 5 کیلو برداری. منم خوردی کنی بیشتر. اعصابت خورد راحت میشه. این دیگه کیه؟ سلام خانم. این جمشیده. کلید داره خودش میاد تو. سلام. در ضمن داره میوازه. فقط یه دونه فیلم واسش مونده. اونم از 8 طرف محاصره است. آقا خاندانی بله. دکتر مگه برای شما بازی رو قدغن نکرده بود؟ حالا اگه پسرتون بفهمه من چی باید بهش بگم؟ پسر من اونور دنیا تو کاناداست. اگه شما چیزی نگی نمیفهمه. این کارو این رو عوض نکن دیگه. اینم از فیلش. فقط یه مش پیاده واسش مونده. نگاه کن با چه جنسی داره فکر میکنه. انگار 3 تا وزیر جلوه. حالا ببینا من فقط یه روز میخواستم زودتر برم. یه کاری میکنین که آدم دلش همش شور بزنه. شما هر لحظه دوست داری تشریف ببرید. دست شما درد نکنه. بفرمایید. ممنون. آقا شما هم سوپ میل دارین؟ دست شما درد نکنه. حتما بخور. دستپختش درجه 1. من که عاشقشم. خیلی خوب آقا. پس ببین من این قرصای ساعت 5 عصرتون رو میذارم اینجا. ممنون. بخورید یادتون نره. نه چشم. گذاشتم اینجا. بله متوجه. یادتون نره. بله. پنجره ها رو هم بستم. دم غروب هوا سرد میشه اما عوضش همه دستگاه تهویه هوا روشن. بله ممنون. بفرمایید. سوپتو بگیر. گوشی من بازه. هر وقت با هم کار داشتی به هم زنگ بزن. حتما. اینقدرم عکس خدا بیامرز و رو دیوار بر نداریم. آقا خاندانی روح خانومت از دست دلگیر میشه. همون خدا بیامرز خودش همیشه به من تاکید میکرد میگفت خاندانی بعد از من راکت نمونی ها. یکی رو بگیر که بتون یه کاسه سوپ دستت بده. خب پس من دیگه رفتم. بسلام. جمشید خان شما تشریف نمیارین بریم؟ خانم من که هنوز سوپمو نخوردم که. آقا من که میدونم اگه شما 2 نفر رو تنها بذارم تا شب میخوایم بازی کنیم. نه قول میدیم فقط یه دست بازی کنیم و تمام. فقط یه دستا؟ شنیدی؟ یه دست. فقط یه دست. بعد راتو میکشی میری آب. چشم. باش پس من رفتم. به سلامت. قول دادینا فقط یه دست. زینت خانم. بله. ببخشید یه لحظه. بله. زینت خانم. این سبد کالا مال شماست فراموش نشید. آقا خاندانی شما پیروز به من یه سبد کالا دادی بردم. نه اون بسته حمایتی بود. این سبد کالاست خیلی فرق داره. چه خبره؟ این هیچ نباشه 6-7 میلیون قیمتشه. نه همون بسته کارمنداست. فقط یه مختصر اختلافی در جزئیاتش. هم به کارمندا خاویارم میدن؟ قراره بدم. در دستور کار دولت قرار گرفته. فقط نگاه زودتر ببرید تا جمشید نیومده. خوشم میادش. بذارم کمکت کنم. دست شما درد نکنه. به سلامتی. خداحافظ. میگم به چشم خواهری زن درجه 1 معرکه است. رو دستش از خانمی نیست. ببینم خاندانی واقعا به چشم خواهری؟ اصلا به تو چه؟ ببین 17 دست بازی میکنی. هر کس 9 دست برنده شد قهرمان نمیشه. قبول. باز دوباره جابجا کرد. بابا تو چرا این کار میکنی؟
بازی بلد نیستی برو تمرین کن یاد بگیر بیا بشین بازی کن اصلا نخورده کن اینقدر بشین از اول بشین از اول بشین نگینش زیادی درشت نیست میاد بهم؟ این انگشتایی که من میبینم همه چی بهشون میاد. حالا اگه نگینش مورد پسندتون نیست کارهای دیگه هم داریم که مثلا ظریف‌تر باشه. مژگان کد 602 رو می‌بینید. اینم هست. اینم خیلی کار ظریف و شیکه. یه ذره قیمتش بالاتره. نه دیگه ممنون. همینم قیمتش خیلی بالاست. عزیزم قیمتش اصلا مهم نیست. پولو کار می‌کنیم دوباره در میاریم. مهم اینه که تو شاد باشی. آخه چقدر کار کنی؟ من دلم می‌خواد تو کنارم باشی. نه اینجا. من حتی وقتی نیستم هم کنارتم. تو چشمای من نگاه کن. نه. خواهش میکنم. یه نگاه بکن. میشی. نه. حالا راحت باشین دیگه تصمیمتون رو بگیریم. من در خدمتتونم. باشه. من نگاه کن. بچه این پسر با مزه اومد. سلام. خیلی ممنون. ببخشید گردنبندی که لیاقت گردن ایشون رو داشته باشه چی داریم؟ خیلی مدل‌ها داریم. اونا رو ببینید. گذرستون بله. شما کارتون چیه؟ چه خبر؟ خوبی؟ شکر خدا. خسته نباشی. شما هم خسته نباشی. خیلی نوکرم. این هم رنگ وای لیاقت گردن تو رو داره. بله. قشنگه. قدیمی هم هست. این تقریبا 8 گرمه ولی ما این مدل ها رو خرید نداریم. اما میتونم بهت بگم کجا ببری سرت کلا نذارم. من تنها شرطم مادرمه. اگه هوای مادرمو داشته باشی نه از صبحونه میخوام نه نهار نه شام کلی هم میخندونمت عشق و حال. صبح با لب خندون میرم سر کار شب با لب خندون برمیگردم. لب خندونتون مستدام آقا ولی اینا به من چه ربطی داره؟ من خیلی فکر کردم دیگه این دفعه واقعا میخوام بگیرم. چیو بگیری؟ ببین قضیه رو گرفتی انقدر شیطونی میزنی جاده خاکی خیال نکن نمیفهمم. این برای فروش نیست برای خواستگاری از شما. میخوام بگیرمت میخوام زنم شی. آقا پسر جان اینجا محل کاره رو خنده های منم زیاد حساب نکن. انگشتر رو بردار خدافظی. محل کار و محل اینا نداره که چرا سختش میکنی عزیزم. چوبیا با عروس برقیا با دامادیا بالعکس یه کارش میکنیم فقط میمونه محصر که آمار گرفتم سر همین چاره محصر خوبه میریم شناسامه تمام. ما اینجا یه چیزی داریم به اسم سکیوریتی. اگه نری مجبور میشم خبرشون کنم. به چه دلیل؟ به چه عنوان؟ به چه منظور؟ سنت پیغمبره. سنت پیغمبر رو دارم اجرا میکنم. حتما باید مطلق بندازم، حتما باید بیفتم دنبال ناموس مردم، حتما باید هیزدازی در بیارم. عین مرد شجاع صادق اومدم اینو گذاشتم میگم میخوام بگیرمت. وای نکنه از این حرکت‌ها دوست داری که مثلا اینو وردارم بیام اینجا بگم با من ازدواج میکنی از اینا دوست داری یا مثل این رفتارای این پسره حرفای مشمئز کننده. ببین اینا همش اداست. طرز حرف زدن اون رفتارای بچه لوس. ببین اینا همه اداست، ادوار شکلک بازی. اینا 2 هفته از زندگیشو بگذره چش و چال هم دیگه رو در میارن. واقعا از این حرکت‌ها دوست داری؟ ببین بگی خواهرت هم ببینم. پسر جان یه سوال ازت میپرسم وجودش رو داشته باش مرد باش راستشو بگو. ایشون اولین خانومی هستن که داری براش عشقولانه در میکنی میاریش تو این فضا بهش پیشنهاد ازدواج بدی یا نه؟ چی میگی آقا؟ ایشون کیه دیگه؟ مژگان زنگ بزن حراست بگو یه مورد مزاحمت داری. مژگان زنگ بزن حراست ولی بگو عجله نکنه من حالا اینجام. ببین اگر وجود داری اگر شرف داری همین الان گوشی تو بده واتساپتو چک کن. عقب وایس آقا ما به هم اعتماد 100% داریم. بعدش هم اگه خودشم بده من ازش نمیگیرم. نه عزیزم موبایل من و تو نداریم که. بیا حسن تا هر وقت میخوای دست تو باشه. حالا دیدی عزیزم واقعا داری میگیری؟ آره داره میگیره که چک کنه بده دیگه. آقا به شما ربطی نداره. ببخشید
خب خودت دادی چیکار کنم؟ خب من بدم، تو نباید بگیری که. وقتی میگیری یعنی حرف این درسته. داره میگیره، میخواد چک کنه. بده صداتو چرا میبری بالا؟ تو هم اگه میدادی من نمیگرفتمش بی جنبه. نه واقعا بیا، اگه دوست داری چک کن، من هیچی واسه مخفی کردن ندارم. زر نزن. من این منطقی باش. چیه؟ چرا ترسیدی؟ مگه نمیگفتی چیزی برای مخفی کردن نداری؟ تو اول اون موبایل رو بده به من، بعد مثل دو تا آدم بالغ با هم حرف میزنیم. دیگه حرفی نمونده، شما حرفاتو زدی. دیدار به قیامت. قیامت چیه؟ وایسا صبر کن. جام زدی. بشه گمشه کثافت دروغو. واقعا دیگه این دنیا به درد میخوره. دیگه وجود نداشت همین الان شجاعتشو داشته باشه گوشیشو بده چک کنه، ولی بنده با افتخار این موبایل رو تقدیم شما میکنم تا هر موقع دوست داشتی پیشت باشه، هر جاشو دوست داشتی چک کن. این انگشتر، اینم آدرس محل کارم. من تو بیمارستان کار میکنم، میتونی بیا اونجا تحقیق کنی. ببین بچه پررو، وسایل تو بردار و برو. ببین از این به بعد رو رفتار، گفتار، سکنات توجه کن، چون من هم حساسم هم غیرتی. خاک پای تو هستم. شما رو دیگه پیدا نکردی؟ به تو چه؟ بچه پررو. خدافظ. قضیه این موبایل و انگشتر و زهمی زدن و اینا چیه؟ از من خواستگاری کرد. عجب بچه پرویی. با شرمنده حاج آقا ببخشید تو رو خدا. بی خود نیست آقای الماسی این همه از شما تعریف میکنن. شما سابقه وکالت آدمای سرشناس هم دارین؟ بله ایشون وکیل خیلی ها بودن. نمونهش همین آقای عارف. اوه آقای عارف پس خیلی قدیمی هستن. سلام بده سلطان قلبم تو هستی. آقا اون آقای عارف نه، همین آقای عارف خودمون. آقای عارف جدی میفرمایی واقعا؟ از نزدیک دیدین آقای بله بنده مدتی وکالت ایشونو داشتم، ولی الان به دلیل بیماری کار وکالتشونو انجام نمیدم. محصول اون بیماری هم این اضافه وزنی که میبینید. اصلا نگران نباشین، تو عدو شود سبب خیر. خانم دکتر ریحان سلطان معده هستن. خانم دکتر این نگاه به نظر ببینید این معده را میده. بشین شما. آقای عارف. نه آقا بچه ها گوش میدن، من فقط مختبار. خب رحیم جان کجاست؟ من با ایشون تماس گرفتم، تأکید کردم که حتما بعد از نماز ظهر منزل باشن که این جلسه رو برگزار کنن. الان دیگه از راه میرسه هر کجا باشه. بفرمایید تو رو خدا تعارف نکنید. چایاتونم یخ کرد. خاتم جان اصلک مامان کاشون هندونه رو مینداختی تو حوض که یکم کنه. نه اجازه بدید. نه تو رو خدا بفرمایید خجالتمون ندین. حاج آقا تو رو خدا بفرمایید تو رو خدا بفرمایید. خواهش المهمانو حبیب الله. المهمانو یا عدو؟ من گفتم. میشه جان بفرمایید. شما باید مراقب حرف زدنت باشی. آدم جان شما 2 دقیقه نیست با این طرف آشنا شدی داری معده‌ش میسپری دست همسر سابقت. این درسته؟ دوست بکنم براتون. خواهش میکنم بفرمایید. حرف سیاست شد هول شد. یه آشنا نداره. آقای عارف من نمیخوام. ارائه شده توسط همتا مووی. تا غروب نشده برو به این آدرس. اسم و مشخصات و آدرس همه چی توش هست. برو شاید اینا بتونن دستت یه جایی بند. جون من حاجی. بله. رو سفیدت میکنم. پس ذهنم میمون. بده دست. خیلی. هندونه رو بنداز تو. پیشونی چی؟ نه خیلی. عادل این توسط کرد. یه جایی رو با این ماشون. خواهش. آقا کوتاه بیا هندونه رو بنداز تو آب. سلام بر کانون گرم خانواده. سلام به روحت مامان جون. سلام بر پرزیدنت. ببخشید من دیر رسیدم، معذرت میخوام. نه خواهش. یه کار اداری داشتم نرسیدم، واقعا قلبم گرفت.
به به این چیه؟ قهوه است. به به دست شما. خوشگل من. پس من چی؟ 1000 ماشاءالله به جون. تموم شده. خدا عزیزم. یک صلواتی ختم بکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. عرض شود که تقریبا 2 روز قبل از اینکه داریوش خان پدر مرحوم شما به رحمت خدا برند اومدن پیش من، یک نامه رو دادن به من، وصیت‌نامه، و گفتن 8 ماه بعد از مرگ من این نامه رو در حضور خانواده باز کنید، بخونید و به مفاد اون عمل بکنید. الان دقیقاً از اون تاریخ 8 ماهه که میگذره. 8 ماه جهنمی برای منی که از 13 سالگی با داریوش بودم. اندازه 8 سال گذشته. از 13 سالگی با هم بودین که ازدواج کردی؟ اصلا 13 سالگی دیگه. زشته جلو یارو. آقای محسنی از وکلای کارکشته‌ای هستن که من امروز از ایشون خواهش کردم که تشریف بیارن اینجا مفاد این وصیت‌نامه رو قید بکنن، بنویسن که خدای نکرده فردا بین شما مشکلی پیش نیاد. در خدمت شما. خب من من باب احترام فکر میکنم که این نامه رو بدیم که مادر بود. بله بابا جونش بود، مامان. توی داریوش عزیزم. دیگه ناراحتش میشه. ایجا دقیقا بوی جوهر خود نویس خودشو میده. وای داریوش جونم. هیچی توش ننوشته. پس بوی جوهر چی رو فهمیدی؟ خب یه بوی میداد دیگه. چی نیست؟ خالیه. چی آخه چرا یک انسانی باید همچین حرکتی بکنه؟ رحیم بابا با ماست دیگه، یادت نیست؟ یه بار سر صبحونه بودی، صبحونه انداخته بودن، یادت نیست؟ گفت من برم این نون تازه بگیرم بیام. گفتی برو بگیر، رفت نیومد. شب با پیش شماره یزده شد به خدا گفت من مرشدم نایبازیاره. بسه دیگه بسه دیگه. صلوات اللهم صل علی محمد و آل محمد. مامان جان قربونت برم، من هی به شما گفتم من نیام، من عمل دارم، شما هی گفتی عمل کنسل کن، بیا کار مهمیه. الان خانمو عمل کنسل کرده. خب آقای محسنی عزیز، من شرمنده شما هستم ولی اون حق و زحمه شما کاملا محفوظ. حالا شرط کنم یه 2 ساعتی ما اینجا معطل شما هستیم، اینجا همتون هر میخندی. نخند آقا. رحیم معذرت میخوام، داریوش برای من واقعا عزیز بود ولی این حرکتش مصداق بارز بیشوره. نفرمایین حاج آقا. آخه نفرمایید 8 ماه گذشته خالیه، هیچی توش نیست. جانم مأمور برقا. صبر کن الان میام، خانواده اینجا نشسته، الان میام در باز میکنم. جانم. سلام. اومدم کنترل برق بکنم. داداش خانواده تو حیاط نشسته، همینجا وایسا من میگم تو یادداشت. آخه شما شاید نتونی بخونی. یا چی؟ شاید اشتباه بخونی. داداش تو اشتباه ننویسی من اشتباه نمیخونم. یادداشت کن 7 تریلیارد و 675 میلیون. آرومتر بخون. سه رقم بخونم بتونم بنویسم. سه رقم نمیشه. این عدد یه عدد واحده، کامله، برای خودش هویت داره. سه رقم بخون چه؟ سواد که داری؟ آره سواد دارم. اون تیر برق میبینی؟ خب. اون کابلا رو میبینی؟ خب. کابلا اومده رو دیوار شما. اینو میبینی؟ خب. رفته تو کنترل. خب. بله من سواد دارم که بفهمم داری برق مستقیم میگیری، داری برق دزدی میکنی. برق دزدی چیه؟ چرا شلوغش میکنی؟ آقا همین سیمه رو مگه نمیبینی؟ خب رو دیوار رد شده. بله. رفته خورده به اون تیر چراغ. بله. این قبل از اینکه ما بودیم مثلا اینجا بودیم، ما کاری هم باهاش نداشتیم. باشه اومدی دادگاه 10 میلیون جریمه شدی میفهمی.
میلیون جریمه چیه نوکرتم؟ چرا داری حرف عزیزم؟ بهت برخورد گفتم 3 رقم مثلا سواد نداری چشم تگ رقم میخونم آمادگیش هم دادم یاد داشت. بیا دیگه دیره اینا رو برو تو دادگاه جواب بده. دادگاه برای چی؟ دادگاه چرا صفحه مردم اینقدر کوچیک میکنید؟ چرا دست گذاشتی رو گله برای پردازیه؟ حالا کل جهان مثلا آره یه خورده دزدی شده بعد به ما چرا میگی پردازی عزیزم این سیم این سیمه میگی تو این سیمه عزیزم بیا نکنه این باید برق داشته باشه دیگه بفرما بیا این باید برق داشته باشه این الان باید برق داشته باشه دیگه یعنی من باید الان بترکم یعنی الان باید پورچم نیست بیا من فکر کردم برق داره نداره دیگه چجوری زدی اینطوری برچو؟ چی میگی؟ پلیس نکردم که پلیس برای چی؟ بابا این چی شد؟ سینا رو دارم نشوندم با هم زنش اینو میخواد زنگ بزنم پلیس چی میگی؟ مطمئنی؟ خودشه؟ آره آقا که شبیه خلو چلاست که اسمش رحیم تیمسار نظامیه؟ نه بابا پس با چه اعتماد به نفسی رفته سر را بیتار؟ بذار من تکلیف اینو معلوم کنم بده من بهت بگم ببین اینجا جاش نیست ببین حواسم بهت هست تو این هفته چندمین باره تو داری جلو منو میگیری یا آقا بی خیال شو ما که نمیدونیم شاید آدم کسی باشه 48 ساعت من مهلت بده آمارش در میارم برات این آخه آمار نمیخواد دراری آدم کی باشه بزن کنار بیارش تو ماشین 2 تا چک بهش بزنم تا همه چیزو میگه اینجا شلوغه بذار برسیم یه جای خلوت چشم برو رفت تو این کوچه گمش نکنی اونم بپا اونم لبش نخوره به اون در گفتن ببین آقا کاری نکنید آقا فعلا مردم هستن دیگه چیه بوق بزن بره کنار بینم آقا میخوای شما بشین پشت رول من برم بیارم بندازمش این عقب من اگه رانندگی بلد بودم پول مفت به تو میدادم برو کنار آقا بر ماشینا برو کنار بینه عذر میخوام خیلی عذر بذار یه سیب بزنم تو پاش وقت مردمو میگیرم خب رفت دیگه بابا بخوش که این شانس دست میکنی سلام خانم خسته نباشید. ببخشید شما اینجا آقا رحیم دارین؟ بله آقا رحیم تیمسار هر روز یه چند نفری میان سراغشو میگیرن لابد بازم یه آزاری رسونده فرار کرده آره؟ نه آزار که نمیشه گفت میتونم بپرسم اینجا چی کار میکنن؟ آسانسور چیه؟ ولی به ندرت سر کارش حاضر میشه آسانسور چی؟ یعنی چی؟ آسانسور چی مثل آبدارچی، قهوه چی چه میدونم گاری چی اونا پیدا شد بقیه‌اش از خودش بپرس مرسی خانم سلام این همه مسیر زحمت کشید بیاد اینجا به من جواب مثبت بگید همون تو مغازه میگفتی بله تموم شد خیلی خوش آمدی کاش تیپ و ظاهرت هم یکم به اعتماد به نفست رفته بود تیپ و ظاهرم چشه این لباس کارم دیگه لباس کار خود دمپاییه دمپایی راستیتش که روز بخیر این تشریف بیارین لحظه من شما توضیح هم بیرون توضیح راستیتش ما اینجا هم نسکافه داریم هم آب پرتقال داریم هم آب آناناس داریم همه چی داریم مونتا من چون با این کافه چیه دعواکار شدم با موش دارم تو صورت اینا الان نمیتونم چیزی براتون فراهم کنم ببخشید ماشاءالله هنرات یکی دوتا نیستن بیا امانتیاتو آوردم این چیه؟ بگیرش بذار تو کیفت من اینو به عنوان هدیه بهت دادم آدم اسب پیشکشیه که دندونشو نمیشمه بگیرش خواهش میکنم دیگه هم تو گالری من از این حرکت ها نکن کدوم حرکت ها؟ ابراز علاقه کردم در روز 1000 نفر به من ابراز علاقه میکنم منم به شما ابراز علاقه کردم کار بدی کردم اینو گشتین چیزی پیدا کردین یا نه؟ نه آره تو چتات هرچی دنبال مؤنث گشتم کسی جز مادرت نبود پس گشتین جنس مؤنث برای من زیاده
من به کسی پا نمیدم. باشه خدا. ناراحت شدین؟ بیتا خانم یه لحظه اجازه بدین. یه لحظه بابا من شوخی کردم، یه حرفی زدم، شما اجازه بدید من برم یه جای 2 تا چای پیدا بکنم بشینیم با هم حرف بزنیم. کار دارم. چی کار داری؟ چی؟ چی کار داری؟ دختر خالم مریضه، باید بهش سرم پیدا کنم. چی شو؟ بابا سرم که دیگه تخصص منه. من خودم آشنا دارم. آشنا کیه؟ چی؟ آشنا کیه؟ پس هر کی که نمیشه برو بگو پیدا کن. نمیتونم پیدا کنم. آشنا یعنی چی؟ شما اجازه بدید من الان برم 4-5 تا سرم آکمن براتون بیارم رو تخم چشام ترتون کنم. خواهش میکنم. شروع شد هاتم شکرت خدا. همین قدم اول باهات عهد بودم که تو عرصه دموکراسی به جز خدمت به مردم به هیچ چیز دیگه فکر نکن. بله من به حاج آقا گفتم. بله عرض کردم که 1000 میلیاردش قراره ولی بازم قبول نکرد. سلام علیکم. حاج آقا تا بهش گفتن که اون 2500 میلیارد که کامل تصفیه شده میمونه 1200 میلیارد صدور چکاشو موکول کردن به پایان پروژه. بسیار خوب. باشه وقتی جلسهشون تموم شد میگم تماس بگیرن خدمتتون. خدا نگهدار. سلام علیکم. اتفاقا با همون حاج آقا تابش کار داشتم. شما آقای؟ برادر حاتم مردم از طرف حاج آقا الماسی. بله به من اجازه بدین. ببخشید آقای تابش. آقای مردمی از طرف آقای الماسی اومدن. بگی تشریف بیارن داخل. بله مهندس قاسمی حتما بگید. پیگیری واسه دستتون اقدام شو قربان چشم. ممنونم متشکرم. سلام علیکم. سلام عزیزم. سلام علیکم. لطف کنید همونجا تشریف داشته باشید. منم 10 دقیقه دیگه میرسم خدمتتون. خواهش می‌کنم. جناب شهردار. عذر میخوام ما تا الان بالای 900 ببخشید این بود. بفهمید. آقای مهندس بیرامی گزارش شما هنوز به من نرسید. ابلاغیه بیمه‌هاشو دادم دستوراتش هم به آقای مهندس دادم. بله جناب شهردار من در جریانم. هنوز دفتر من نرسید. تشریف میکنم خدمتتون. ممنونم. خلاصه آقای مهندس حواستون باشه پروژه گل سرخ اتفاقش تکرار نشه. ممنون از لطفتون. خانم گزارش هایی که شما برای من فرستادید هیچ کدومش کامل نیست. من می‌خواستم یه وقت بیشتری بگیرم برای گزارش. حداقل تا اجرای صف اولم باید مراقب باشیم که اینا با هم دیگه حاضر بشن. که کار به تأخیر نیفته. آقای مهندس این دیگه وظیفه شماست. حتما پیگیری کنید آهنالات به موقع برسه. ببخشید فکر کردم خاموشه. خب آقای مهندس بقیه گزارش ها انجام دادم. با آقای مهندس حتما ابلاغ. آقای مهندس این گزارش دیر میشه به دست من میگم اگه موافقید سلام میدونید پس بشه خاموشی کردم. عزیزم شما لطف بفرمایید از این در تشریف ببرید. یا آقا سید اونجا هست من باهاش هماهنگ کردم میزتون رو بهتون تحویل بده. میز میدم؟ بله عزیزم شما بفرمایید خواهش میکنم. حاج آقا محبت کردیم. ممنون از اعتمادت. پس ذهنم. خواهش میکنم بفرمایید. ممنونم. خب میفرمایید دایم. بفرمایید. خواهش میکنم. همینجا. به 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 به. چه عالی. ببخشید مزاحمتون شدیم. خواهش میکنم تشریف بیارید.
چه جان؟ اشتباهی نمی کنی؟ آقای تابش گفت که بیام میزم و تحویل بگیرم. خوبی میزه دیگه، زیادم سخت نیست. دور ماکسا رو یه کوک ریز میزنی، واسه کشام یه کوک از زیر میزنی، یکی هم رو میزنی. و ماسک میدوزین؟ بله، پنجشنبه جمعه هم الکلم پر میکنی. حبیب 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 روش بابا حبیب زهره ترک شدم بابا. چجوری اینجوری ظاهر میشی و سرما رو برگردون سر جاشون. خیلی خوب بزن تو دفتر بعدم میام حساب کتاب میکنم. سرما دفتری نداریم. سرما رو برگردون سر جاشون. عزیزم مثلا بهت میرم به رئیس میگم من 7 رو بردم با خودش حساب میکنم. سرما رو بذار سر جاش، بعد هر جا میخوای برو. عزیزم چه زوری خجالت بکشی اینجوری زور میزنی. دختر دم خیابون منتظرمه به خدا. مبارک باشه. نوشرتم اینم برای اون میبرم. قسمم ازدواجه. سرما رو بذار سر جاش، بعد با هر کی میخوای ازدواج کن. حبیب سیریش بازی در نیار جون ما. وایسا. انگشتر دوست داری؟ بله دوست دارم. خدمت تو. ای ولی بذار برم دیگه. سرما رو بذار سر جاش، بعد برو. عجب آدم سیریش همین الان بده انگشتر دارم. انگشتر ما پس بده. سرما رو بذار سر جاش تا بدم. حبیب به ولای علی به احترام سن هیچ نمیگم. حبیب گاز نگی حبیب. حبیب نمیذارم سر فیلم ماشین کجاست؟ بذارم تو ماشین. ماشین کجاست؟ برو من تو مغازه میارم. من میارم در مغازه میارم در مغازه. اصلا دو تا سراغا بگیره. بگیره. نداره. دو تا سراغا بگیره. راهیه. ببخشید یه آقای قد بلند که سرون دست پوشن هستی؟ نه ببخشید شرمم. خسته نباشید. سلام. سلام. خسته نباشید. بله. سلام آقا. سلام. اینا هم جنسی. ببینم چشم. اینم خدمت برای صحبت کن. به به به
اصله دیگه نه؟ بله آقا اصله. یه وقت تقلبی نباشه، شرمنده زن و بچه مردم بشید. شما که میدونی من تا حالا از این نونا سر سفرم نبردم. آقا اصل Made in USA. قاتل تمام گونه ها و سویه های کرونا. خیالت راحت؟ باریکلا. آفرین. فرخ جونم آقا. دونه چند بازار قیمت دادی؟ آقا همون 20 میلیونی که گفته بودین 1800 تاش با همون قیمت پیش فروش شده. 300 تاش هم مشتری دست به نخ پاش نشسته منتظر امر شماییم آقا. باریکلا. آفرین. ولی الان دست نگه دارید. اینا رو هم انبار کنین. 2 هفته دیگه که پیک جدید کرونا بیاد بیشتر از 50 میلیون فروش میره. چشم آقا رو چشم. کیان جانم آقا. یا تو هم فعلا یکیشو واسه خودم بزن. ما از اوناش نیستیم. جنس ندیده و نشناخته و امتحان نکرده رو میدم دست مردم بی‌نوا. ماشاءالله. به افتخار اردشیر خان نخستین وارد کننده فایزر قاچاق ایران. به افتخارش. بیا این سمت چپ بزن. چه کار میکنی آقا؟ آمپول بزنی دیگه. بیا اونجا نمیزنن. با کجا میزنن؟ رو بازو میزنن آقا. آقا وقتی من میگم بزن بیا بزن دیگه. بزنم؟ وقتی آقا میگه بزن. فقط یواش بزنی ها. بله آقا. چشم. حاضری آقا؟ بخشید. شل کن. چه دردی داره این فایزه. اما اثر بخشی بالایی هم داره. آقا ماساژ بدم. کجا رو؟ یه کارتون دارم. فرخ تو هم بیا. تو بمون به اینجا برس. تو کی هستی؟ یه رهگذر. ها؟ منزل آقای سعیدی. منزل کی؟ واسه ببینم سعیدی کیه؟ وایسا. میگم وایسا. میزنم. میگم وایسا. برای دانلود سریال های بیشتر به وبسایت همتا مووی مراجعه کنید.